این 1000 سال بی‌دولتی که ما تلقین میکنیم از نظر جایگاه خود ما در منطقه چه تاثیر دارد؟ از نظر جایگاه بین المللی ما چه تاثیر دارد؟ مثلا باید همین برادرای همسایه به ما یک رحمتنامه دهند که شما از همین 1000 سال دست کشیده و ما همین را به نام خود کردیم. این بسیار مسئله سیاسی هم است، از نظر نه تنها علمی، از نظر سیاسی. از این رو من سوال میگذاشتم که آیا مثلا تاجیک‌ها در حقیقت 1000 سال اخیر بی دولت بودند؟ آیا آنچه در 1000 سال گذشت به ما تعلق ندارد؟ آیا تاریخ 1000 ساله این منطقه از ما نیست؟ آیا ما در این پروسس در کجا بودیم؟ چرا باید خب چنین شرح شود تاریخ؟ در آستانه استقلالیت این گپ بسیار مهم است، زیرا استقلالیت فقط یک اکت حقوقی نیست، باید در افکار ما، مفهومای ما، ارزش‌های ما در سطح استقلالیت بازنگری شود. از این رو درباره 1000 سال بی‌دولتی من چی گفتنیم؟ دو ایراد هست به همین نظریه که یکم این که از نظر علمی چندان استوار نیست، دوم این که از نظر سیاسی و ایدئولوژی به منفعت ما نیست. در مجموع بین سقوط سامانیان سال 1005 و بین روز استقلال 1991 امی 1000 ساله را میگن 1000 سال بی‌دولتی تاجیکان. ولی من امیجا 5 سوال گذاشتم که ما از نظر ایدئولوژی سیاسی سوالامو نگذاشتیم، از علم سیاست. البته تاریخ نگارا باز جنبه فاکتولوژیش انشالله قوی میکنن، ولی گزارش مسئله مهم است. یکم این که آیا همین متدولوژی که دولت ها را با نام حاکمان، با نام خاندان های حاکم نام گذاریم، زمان ها را با نام اویله های خاندان های حاکم نام گذاریم، همین متدولوژی تا کجا درست است؟ چرا که این دوره غزنویان است، این دوره سلجوقیان است، این دوره تیموریان است. این خودش یک متدولوژی بحثناک است. دوم اینکه آیا با توجه به ساختار، اندیشه و جهانبینی همان زمان، با توجه به تفکر سیاسی همان زمان که یک دوره تامیلی هست، اگر دیگه در علم جامعه شناسی میگیم که دوره ملی، دوره تامیلی، یعنی که دوره که ملت حالا همچون مفهوم شکل نگرفته است، در افکار سیاسی نیست، در ایدئولوژی سیاسی خیلی مفهوم نیست. بنابراین آیا ما میتونیم همین مفهوم ملت، مفهوم ملی رو به همون دولت‌های اون دوره تامیلی عصر میانگی منسوب کنیم و بگیم که چون مثلا غزنوی ترک بود همون دولت ترکان است، چون سلجوقی ترک بود این دولت ترکان است؟ و یعنی که از نظر اینم سوال متدولوژی است. سوم این که این دولت ها در جغرافیای تاریخی ما فعالیت کردند، در ظرف ملی ما بودند، همین کوه و همین شهرها و همین زمین همون وقت هم بود، همین رود ورزاب در دوره غزنوی ها هم جاری بود، در دوره قراخانی ها هم جاری بود، در دوره سامانی ها هم، در دوره منقیتی ها هم جاری بود. ملت ما در همین تاریخ در کجا بود؟ یعنی در این دولت ها ما همچون اهالی بودیم، همچون بخش اداری بودیم، فرهنگ، ادبیات، زبان، دین خصوصا همیشه در اختیار تاجیکا بود، علم همیشه در اختیار تاجیکا بود. این 1000 سال بی‌دولتی که ما تلقین میکنیم از نظر جایگاه خود ما در منطقه چه تاثیر دارد؟ از نظر جایگاه بین المللی ما چه تاثیر دارد؟ مثلا باید همین برادرای همسایه به ما یک رحمتنامه دهند که شما از همین 1000 سال دست کشیده و ما همین را به نام خود کردیم. این بسیار مسئله سیاسی هم است، از نظر نه تنها علمی، از نظر سیاسی. اکنون اگر به همین 5 سوال یک نگاه کنیم که واقعیتش چی است، من فکر میکنم که همین علمی تاریخ شناسی ملی ما باید از اون متدولوژی قدرت محور و یک متدی آنتروپولوژی و مردم شناسی گذرد. یعنی تاریخ را نه از روی حاکمان مرحله بندی کنیم، بلکه از روی مردم، جامعه، واقعیتی که بود. اون وقت ما میبینیم که اگر ما
بگیم که مردم کجا بود، چی دولتی بود، چی فرهنگی بود، چی ارزش ها بود. ما میبینیم که در مرکز این تاریخ ملت ما قرار دارد، نه محمود غزنوی یا که امیری منقید. از این رو اگر ما به متدولوژی انسان شناسی، آنتروپولوژی، البته آنتروپولوژی ولی از اکادمی هستن، دو معنا دارد. میدونی یک معنای عنعنوی در علم سویتی به معنای قیافه شناسی میشد، اما در علم حاضره جامعه شناسی آنتروپولوژی اصلا قیافه شناسی نیست، یعنی یک مردم شناسی، جامعه شناسی هست. من وقتی که شما در دانشگاه خارجی کورس آنتروپولوژی میخونه با اون کاری که گراسیموف میکرد چهره رو میشناخت، اون نیست اصلا. آنتروپولوژی علمی امی جامعه شناسی هست. بنابراین اگر تاریخ رو از دیدگاه جامعه شناسی نگاه کنیم، در مرکز تاریخ همین مردم ایستاده است، همین قوم ایستاده است، همین ملت ایستاده است، همین بابا و بیبی ما ایستاده است. و از این رو اونها رو از تاریخ گرفته پرتافتن به این صوفی است و تمام این 1000 ساله رو به نام همین حاکمان ترک ثبت کردن به این صوفی است. از این رو ما متدولوژی همین تاریخیمون رو باید شکنیم و همین متد رو شکستن یکی از قدم های ما به سوی استقلال فکری میشه. ولی سوالی بسیار مهمتر آخرین ما این بود که از نظر سیاسی همین گپ چه تاثیر دارد. یکم 1000 سال به دولتی چی تاثیر داره از نظر سیاسی ایدئولوژی؟ دو نوع تاثیرش، یکی در داخل این است که وقتی ما درباره 1000 سال به دولتی همیشه صحبت میکنیم، خودباوری سیاسی ملت ضعیف باقی میمونه. یعنی همیشه تلقین به این که ما دولت نداشتیم، 1000 سال به دولت بودیم و ما اکنون نو صاحب استقلال شدیم و به همین معنا ما خود را در تاریخ انکار میکنیم، نقش خود را در این تاریخ تازه میکنیم. از همین رو من فکر میکنم که اگر همین دوام یابد، همین به باور تبدیل شده است. مثل این است که ما یگان آشخانه میکشویم، میگم یگان پاوری ارگوتی یابید که امنا نغز میپزن. حتی تصور نمیکنیم که اگر همی یگان توجی کم تر مشق کنم میشه هم خیلی پخته، اما علاقه این به یک باور تبدیل شده است. برادرای ارگوتی بسیار هنری خاصی موضوع دارند. یعنی منظورم این است که وقتی یک چیز به باور تبدیل شود از نظر پسیکولوژی همین را قبول میکنیم. هر دولت هم خیلی اگر ما باور کنیم که ما دولت کرده نمیتونیم، ما دولت نداشتیم، ما همیشه باید جزوی کدام کسی باشیم، ما مشاوری خوبیم، شاعری خوبیم، کاتب خوبیم، نه که راهبر باید کسی دیگه باشد. همین باور باید شکند. از همین رو ما میگم که وقتی ما 1000 سال به دولتی گفته تلقین میکنیم، همین باور میشینه در ذهن ها که این دولت کردن، سیاست کردن خاصی دیگران است. خب این یک از نظر داخلی. ولی از نظر بیرونی این مسئله چرا مهم است؟ زیرا طوری که در اول گفتم، ما در این منطقه با این تزیس خود را از تاریخ منطقه بیرون میکنیم. ما این 1000 سال را با دو دست ادب به برادرای همسایه میتیم، میگیم این 1000 سال شما حاکم بودید، شما دولت بودید، شما قدرت بودید، شما صاحب منطقه بودید، ما کجا بودیم؟ بنابراین از نظر منطقوی همین یک بحثی بسیار جدی هست. البته حقیقت تاریخی و علمی یا بحث دیگر است، ولی اینجا من گفتم از نظر سیاسی. از نظری اگر سیاسی گیریم، بعض ملت های این منطقه در حالی که هیچ چیز ندارن برای خود تاریخ های چند هزار ساله دولت ساخته استادند. ما امیقدر تاریخی بزرگ در دستمون ای را انکار میکنیم، میگه ما نبودیم، در اوج خودتون بودید. بنابراین در سطح علم جهانی هم این مشکل است. ببینید در سطح علم جهانی ما وقتی خود را در جهان مطرح میکنیم همچون ملتی سابقه دار دولت دار، اوجا هم این 1000 سال غیبت خودمون از تاریخ یا غایب بودن خودمون باید این خیلی مطرح نکنیم. خب
ممکن که در وقت نوشتن همین نظریه و تاریخ ها او شرقشناسا او کسا منفیت داشتن که همین خیلی مطرح کنن. چرا استقلالیت فکری فرا نرسد که ما گیم که این خیلی نبود، این خیلی بود. از این رو این مسئله همیشه بحث دارد. من گفتنی بودم که منظره تاریخی، حقیقت تاریخی به نفع تیزی 3000 سالی به دولتی نیست. بنابراین ما در استانه استقلال میخوام که اما در اون سیاستی ایدئولوژی رسمی ما باید همین چیز جای گیرد که ما اول به مردم به جامعه تلقین کنیم که تاجیکان همیشه صاحب دولت بودن و صاحب سرزمین بودن. دوم اینکه دولت هایی که در همین وطن ما در سرزمین ما وجود داشتن و ما در اون شرکت داشتیم، سهم داشتیم، به ما نیز تعلق دارن. ایره نمیسپاریم به کسی. اون سیاست و ظلم امیراش محکوم میکنیم و بحث دیگر است، ولی اینکه امیر یک لخ سپاریم به قوم‌های دیگه اینه نه. سوم اینه تلقین کنیم که تاجیکان صلاحیت و ظرفیتی سیاست راندن و حکومت کردن دارن. این اگر تناسب قوه ها گئوپلیتیکا گاه اجازت نمیتید که یک قدرت تطبیق شود، این معنیش نیست که اون نیست. خب چهارم باید بگیم که بازگشت استقلال این برقراری عدالت تاریخی است که ما با استقلال سال 1991 ما را به وجود نآورده است، بلکه اون حالت تاریخی ما را بار دیگر برقرار کرده است. از این رو این تنتنه حقیقت تاریخی است.